روزی تولدی تو مبارک شود، بختی تو شادی تو مبارک شود. روزی تولدی تو مبارک شود، بختی تو شادی تو مبارک شود. خدا دهد برایت عمر درازه، خدا دهد برایت عمر درازه. یک گویم همه مبارک شود، یک گویم همه مبارک شود. مبارک شود، مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. مبارک شود، مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. ما همه جمع آمده برای تبریک، هر یک گویم زی جان مبارک شود. ما همه جمع آمده برای تبریک، هر یک گویم زی جان مبارک شود. دوست رفیقان برای تو دعا گوی، دوست رفیقان برای تو دعا گوی. از دل و هم از زبان مبارک شود، از دل و هم از زبان مبارک شود. مبارک شود، مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. مبارک شود، مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. سلام چوبوی خوش آشناگی با مردمی دیده روشنایی. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز شبکه شهنان. امروز جمعی تبریکات شهنان در دهه زیبا مسکن آقصای عظیم است. برای تبریک کردن جشن زادروزی صنایعی آمدیم. امروز تبریکات را از نام خواهر راهدورشان از نام بهارایتی آماده کردیم، همراه شمایون خواستیم و همینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان آغاز میکنیم. رفتیم جان خواهر السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم پدران، مادران، خویش و تبار، نزدیکان، دوستان، همه شما را به زادروزی صنایعی خوش آمدتان میگوییم. اگر بی‌ملال باشیم، اگر برای صاحب جشن ما برای صنایعی قرصک میزنیم و نظام تکلیف میکنیم، مرحمت نزدیکتر میستیم. حالی 16 ساله. السلام علیکم، خوش دارستیم. صنایعی زادروز مبارک، روز تولد را میلاد امرو برایتان مبارک باد میگوییم. سر را آشکار کردن به فکرم یا سیر شده مان می انام کی آمدیم؟ ای رحمت گفتن که ما امروز راستی تبریک نکردم خواهرم که نفهمد گفتن. بعد از که شما رفتید بعد میفهمن گفتن. از نام خواهر نازنینتان شما را بسیار دوست می داشتین، صحبت کردیم، راستی گریه کردن، اشک ریختن، گفتن مرا اولین بار به آغوش گرفتگی انسان. من از مادر بایم، باز یک مادری من، باز یک همصحبت و مصلحتچی من. اگر کاری خطا کرده باشم، اگر یک کاری ناجویه کرده باشم، یگان مراتب مرا دشنام ندادن. با سخنهای شیرین، با حرفای گوارا و من راه راست را انتخاب نراندن. هر بار زنگ زنن اگر میگویند که بهاره جان تو باید صاحب فرزند شوی، صاحب آینده‌ات شوی. از خردی مهنت کردن برای ما خواهران، برای پدرم، مادرم، خدایشان با شکر. هر بار همراهی مادرم صحبت کنم اگر میگویند که خواهرت صناپت کمی مزهش نیست، هیچ وقت کسل نشوند، هیچ وقت بیمار نشوند، بیمار شدگیشون رو نبینم. خدا کند که سال آینده در همین روز یانشون با آغوش کرده استامو تا آمده تبریک کردنت نصیب کند. زادروزشان مبارک باشد و همیشه برای ما مهنت کرده، تمام جوانی خودشان را، تمام هستیشان را با همون مردانگی زندگی کرده. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است و دیدار گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دل امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض و روزگارم خواهر. در دیده من محبت این دنیاست، من یاد تو را به دیده دارم خواهر. خواهر خواهر نشانی مادر خواهر، بعد از مادر با جان برابر خواهر. دلسوزترین
نیست به هر دو عالم ای مرهم داغ‌های خواهر 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 چراغی خواهر خواهر هر لحظه کند سراغی دادر خواهر سوزد به درون سوزد و دود نکند تا سوختن دماغی خواهر خواهر چون پنجه دست 5 خواهر دارم 5 اختری نوربر به سر دارم از دولت دیگران ندارم خبره من دولت بی‌بهای خواهر دارم خدایشان با شکر خواهر عزیز من زادروزشان مبارک باشد خداشان گل زیبای من هستند همیشه از حال و احوال من خبر میگیرند همیشه با دعاهایشان و با آن سخنهای زیبایشان به من مصلحت میدهند راستی یاد کردم میترسم از نبودنشان همیشه باشند هیچ وقت کسل نشوند به چشمانشان اشک نباشد اشک باشدم اشکی شادی باشد و خرسندی باشد مانند امروز همیشه خوشبخت و زیبا باشند گوید که آغوششان پر از زیبایی دماغشان پر از خوشبویی باشد و برایشان یک گلدسته زیبا را انتخاب کردیم اگر مهمانان خلسک زنن از نام خواهرتان سلامتی قبول کنید زادروزتان مبارک باشد مرحبا گلدسته زیبا را تقدیم میکنیم مرحبا مبارک باشد البته میخواستیم یک جای شیرینی رو بریم پیش از آن باشد اگر سخن باشد اگر از مادرجان عزیز مادر ارزنده و زیبای خاندان سخنهای شیرینشان رو شنویم مرحبا سلام السلام علیکم مهمانان ارجمند خوش آمدید و همین زادروزی زنوبر دیگه چی گفتم نمیتونم السلام علیکم اولا بار همتون با روز درجهتان مبارک شود که جانی شیرینم مهربانم الهیم صحت بدارد همه وقت شاد و خورم گردید همه وقت شیرین وقت شیرین برین شیرین شده گردید تانی و خواهر داده رو رحمت سلامت باشد تشکر سر اول امروز که جشن زادروز است اول 17 سالگی رو بعد 18 سالگی رو میبریم سلام علیکم یک جای شیرینی رو میبریم خدا کند 120 ساله شوید در سر شما مادران همیشه صحت سلامت گردند و در خیلی لحظه های خرسندی چندین مراتب آمده شما را تبریک کردن نصیب کند هیچ وقت اشک نریزید همیشه خرسند مانند امروز لبخنده خریداری لبانتان باشد مرحبا زادروز مبارک نزدیکتر میبیاریم مرحبا مبارک باشد مرحبا چهار دور دراز میکنیم انسان خواهر است همدم و همراز و هم سوزنده بر جان خواهر است همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است همدم و همراز و هم سوزنده بر جان خواهر است خواهرین در زندگانی گنجی نایاب است به ما خواهرین در زندگانی گنجی نایاب است به ما قیمت از این قیمت از آن قیمت از جان خواهر است تشکر سلام برایتی من امروز دیدم که 25 مای هر سال زادروزتان باید جشن گرفته شود مانند بیرام در تمام دنیا در روز خرسندی تولد شده اید خوشبخت‌ترین زن دنیا باشید در اینجا یک گروه همسینفا هستند می‌خواستیم از همسینفا سخن‌های تبریکاتی را شنویم کلاسکام کی بود خودم نگویید با مرحبا همسینفان می‌خواستیم نیت‌های نازنین را شنویم مرحبا همجا بیام خیلی نباشد پیششون رو میدویم السلام علیکم مهمانان همسینفان خیش و تبارای همین جدید اولا همه شما رو من برای زادروزی همسینفان سلام برجوان خوش آمده میگم
الهی سنوبر جان همسی خمون 45 پر کده 46 تا درآمدی الهی 1000 داده عمری با برکات میخوریم روزایی بعدت هم میخوریم الهی در زندگی چی عذابای دیده چی روزای دیدی الهی همش تقییم فقط در روز خودفهمی در روز نیکی هم دیگره بودیم الهی همه همون علوم همه تقدیم بوده صاف سلامت باشید در سر ما صاف باشید در سر پدر و مادر صاف باشید در سر اکبر صاف باشید الهی همسی انسان چی آرزوی دارید در دل نیتات عملی بکنید همین روز ختم کننده این روز خوشبختری نداریم ما یک بار دیگر مکتب را ما به خاطر ببینیم چقدر زیبا بودیم در اون جوانی الهی همه خیلی خوشرو بود زیبا مونیم در دنیا فقط نیکه میکنیم صاحب باشی سلامت باشی الهی چی نیکه کنی در این نیکه در رسیدیم اینامی همسین خواه یک روخای نوال داریم همسین بنده که رحمت تشکر البته باز خانهای تبریکاتی باشد میشنویم کدام هستم آنها میگن که با رقصا تبریک میکنیم باید اسمی دوستانی تبریکاتی باشد میشنویم سرودهای شیخ برای شمایان سلام برایتی بار دیگر زاد روز مبارک باشد یک جای میرقصیم امروز چند سالگی است چند سال شد خطی مکتب بر چند سال شد ختم شدی مکتب بر قریب 30 سالگی بگذار 50 و 100 سالگی رو الان خیلی اصلاف یک دیگر کم نشده گذراندن برای همه شمایان نصیب کنند تبریک میکنند برحمت سلام علیکم امروز اپام هم سلام در ازدانشون بوده چی میگم اپا روزگارتون ده برکه روزای نغز ده اولتون بخش شده دوتون بخش شده صاف سلامت باشه اپا همین روز ختم امروز چند سال شده مکتب کام کردیم ده 29 سال این اما خیلی انسان همین روز خوب شده همین روزای نغز ده در ازدان ختم ده همین روزای نغز بوده یعنی این بعد هم همین روزا مول شود فقط روزای خورسندی شود صد دلوه تبریک همه تونه تبریک میکنم همین روزای نغز ده یا دیگری تونه دیدار غنیمت میگن که دنیا گذرانی فانی دنیا گذران سوگه باردم سوده کردم سوچنه شلا بالای لبلرینه چنه لبلرینه چی مثل مهر گیا تاجیکچالا بایخای سنگه اینجا بیودیده خواب سلامت باشه رحمت سلامت باشد مرحبا نکنم سرود برای شمایان زاد و روزتان مبارک باشد 30 سالگی ختم مکتب برای شمایان مبارک باشد مرحمت میرقصیم شبنم گل نار بیا بالینم آی آجو برار بیا بالینم شبنم گل نار بیا بالینم آی انار بیا بالینم شبنم گل نار بیا بالینم آی انار بیا بالینم شبنم گل نار بیا بالینم شبنم گل نار بیا بالینم آی انار بیا بالینم شبنم گل نار بیا بالینم آی انار بیا بالینم شبنم گل نار بیا بالینم هر کوکل زد اختری دارد در
بالینم وای آجو برار بیا با بالینم شبنم گلینا بیا با بالینم وای انار انار بیا با بالینم شبنم گلینا بیا با بالینم وای انار انار بیا شبنم گلینا بیا با بالینم وای انار انار بیا با بالینم شبنم گلینا بیا با بالینم بستری گویتman مشتری گویتman سردیسی بود عاشقی گویتman بستری گویتman مشتری گویتman سردیسی بود
شبم شمسی و داری مهمان شبم آقای کجایی مهمان شبم وای 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 سوزشیه وای 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 سوزشیه شبی تو دختری خوشنود آقا سمشی جا خوشنی و خوشنود ولی شبی تو دختری خوشنود آقا سمشی جا خوشنی و خوشنود وای 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 سوزتی وای 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 سوزشی سنوارایتی را در جشن زادروز در روز میلاد امروزشان تبریک کرده لحظه های خرسندی جشن زادروز و امروزه ختم مکتب را همراه شمایان به هم دیدیم و پیشکش شمایان کردیم با ما باشید تا شبکه شنان 20 ساله شوید زادروز مبارک سلامت باشید